لی هجمارک باجارین امریکی خو پیشاندان بون که تیدا دوزا وکرنا کاران و راکرنا بندین تندین رگرتنا الویروسا کورونای دکنه که ده انجام دا تا نها بهتری یکیج نافده امریکیان کاری خوش دستانه. سروک امریکا که دخوازه ده زودترین دم ده آبوری امریکا وبه نشان بویه که دا و گوت او ده در باسپونا کوچبران با آواکی دمکی راوستینه. By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs. براگرتنا در باسپونا کوشبران ام ده بیکارین امریکا و گرین سرکار. دمکی دا کو امریکا جایدن ودبه. ده نداد با کو امریکی بیکار بن و هنین دنجی در ورن لشونا وان کار بکن. دوی ام بری کارکرین امریکی بپاریزن. لی رخنگرین ترامپ دبیجن پیوندیا ویکی به کورونای و هولین چارەسەرییا وی نینه. Immigrants are not the threat to America. COVID-19 is. کوشبر نگفن لسر امریکا. کووید 19 گفه. دوی ام بندان ندن پیش تشتین دناو دستی مدا. تشتین که امریکی نها دکارن بکن او پیگیریا به پیوان تندرستی لگور کوردیناتورا کوشکا سپیا برسفدانا ویروسه. We want to stop that and we have the ability to do that. دوی ام ویروسی راوستینین ام دکارین وی که بگیم بریکا شوپاندنا رین مایان از دخوازم بالا بکشینم که جواکین زانه و آگهدار او این پاراستینه. لی درکتنا خلکی پیش وقت جمالی وان هولین پاراستنه تیک دبه. لگور سرکرده دموکرات چاک شومر. We will not get America moving again until we have a nationwide, well-thought-out, well-executed testing program. ام دی امریکیان جارک دن نلوین حتی ما پروگرامک باش آتست کرنا نبه و وی ریوبریجی هین او پروگرام نینه. ریوبریا ترامپ سوزدابو که آستا تست کرنان جواها بهتر به. لی او پاشماینا دوی درباره ده و دیگرین سر ملی برپرسین ولایتان نه حکومتا فدرالی.